وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 آگوست سال 2024 با نشر یک اعلان از شهروندان برای جستجوی یک جنایتکار که برای آدمکشی در جستجو قرار دارد کمک پرسید. بنا به اعلان وزارت کارهای داخلی، خالبابایف قربانعلی سال تولدش 1965 زاده ناحیه خراسان، موقتا ساکن ناحیه رودکی، جماعت دیوات چورگلتپه، دهه پختکار، با ماده 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در جستجو قرار دارد. درباره پرونده خالبابایف یگان تفسیرات دیگر داده نشده است، ولی ماده 104 مربوط به جنایت آدمکشی می باشد. اما درباره اینکه خالبابایف قربانعلی به کشتاری که عیبدار می شود و این جنایت کی صورت گرفته است یگان معلومات داده نشده است. وقتهای آخر چندین تن از زادگان ناحیه خراسان که در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان عضو گروه مسلح فرمانده فرانت خلقی در جبهه غازی ملک خوجا کریموف بیدادگری‌های زیادی کرده بودند. برای جنایت‌های سالهای جنگ صادر کردهشان از جمله برای قتل کشتار مردم بیگناه تحت تعقیب قرار گرفتند. خود خوجا کریموف که بیش از 20 سال باز در خارج در حال فرار به سر می‌برد، مقامات توانستند سال 2020 از دبی استرداد کرده برای جنایت‌های سنگین در سالهای جنگ شهروندی صادر کردهش به 21 سال زندان محکوم کردند. اما وزارت کارهای داخلی شرح نداده است که آیا خالبابایف نیز عضو گروه خوجا بود و برای جنایت‌های سالهای جنگ جستجو می شود و یا برای یگان کشتار اخیراً صادر شده. وزارت کارهای داخلی از آنهایی که درباره مکان احتمالی بود و باش خالبابایف قربانعلی یگان معلومات دارند خواهش کرده است که برای پیدا کردن جنایتکار کمک رسانند و فوراً با این رقم‌ها تماس بگیرند: 992 909 1001 992 906 250202